خدمات مطبوعات سرریاست کورای داخلی شهر سانت پتربورگ ولایت لنینگراد خبر داد که در پی زنوزنی شب 28 ایول بین زادگان تاجیکستان و چچنستان در نزد مهمانخانه بیلی نوچی در خیابان بلشویکا 106 مشتری این مهمانخانه را برای قانون شکنی های مختلف به جوابگری ماموری کشیدند. از جمله 33 نفر برای اشتراک در آن زنوزنی به مدت تا 2 هفته بحث ماموری گرفته شدند. قبلا گفته میشد که در زنوزنی همگی 10 نفر 6 چچن و 4 تاجیک اشتراک داشتند. بر علاوه تلگرام کانال خدمات مطبوعات مشترک دادگاه سانت پتربورگ خبر داد که نسبت به دو زاده تاجیکستان امیر عزیز محمدوف و گلسر عظیمشایف بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی گروهی پرونده جنایتی گشوده آنها را به مهلت تا 2 ماه تا 27 سپتامبر به حبس پیشکی گرفتند. خدمات مطبوعات دادگاه پتربورگ در شرح این پرونده گفت عزیز محمدوف روز 28 ایول سال 2021 همراه عظیمشایف تخمینا ساعت 23 هنگام در نزد بنای رقم 54 در خیابان بلشویک‌ها قرار داشتنشان ترتیبات جمعیتی را به طور دغلانه و غیر قانونی ویران کرده با استفاده از زورآوری دست به افباشی زدند. اکنون به آنها جریمه به مبلغ از نیم میلیون تا 1 میلیون روبل یا کارهای اصلاحی به مهلت تا 5 سال و یا حکم زندان به مهلت تا 7 سال تهدید میکند. تا کنون اسم 8 نفر جزا گرفته برای زنوزنی بین تاجیک‌ها و چچن‌ها در پتربورگ اعلان نشده است. همه آن زادگان تاجیکستانند. درباره اینکه آیا از جانب دیگر مناقشه یعنی چچن‌ها کسی را جزا دادند یا نه یگان خبر به دست نرسیده است. بامداد قبلا خبر داده بود که دادگاه نویه نیوه شهر سانت پتربورگ روز 3 ایول 6 زاده تاجیکستان را که در پی زنوزنی شب 28 ایول بین زادگان تاجیکستان و چچنستان در نزد مهمانخانه بیلی نوچی در خیابان بلشویک‌ها دستگیر شدند. بر اساس قسم یکم ماده 19 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در سرکشی از اجرای امر کارمندان پلیس گناهکار شناخته آنها را به مهلت از 10 تا 13 شبانه روز به حبس مأموری محکوم کرد.